همین قشنگ بسکم دیگه را سخت نمیگم. خدا نگهتان داره، شما را سلامت دارم. بابایشان شما کی در مسجدتان امر معروف را سر میکنید؟ تا وقتی خدا خواسته باشه انشالله یه روز با کشاده میشود. خداوند خودش صاحب خانش است، باز امر معروف منم که نباشم با دیگران میکنن. اما انشالله من از این راهی دعوت نمیگردم. مسجد هم که نباشه در مراسم ها صحبت میدامه دارم. در سایت اینترنتی من هر هفته یک بار 1 ساعت صحبت دارم. هیچگاه خدا خط ترک نشده است. شما اگر از مسجد نیابی از سایت اینترنتی صحبت های نوی من هر هفته میابی انشالله. خب سوال جواباتون هم روان کنید، سوال جواباتون دن جواب میگیرید انشالله. اگر در خانه تاقی و کرتی آستین دراز باشد آنها را نمانده نماز خوانیم نماز درست است؟ آره درست است. نماز سریلی چند درست است، نماز به کرتی آستین کلتم درست است. اند شما نماز خوانی عزیزان من، هر حالت نماز خوانی خدا نماز شما را قبول میکنه. شرط نیست برای نماز کرتی آستین دار و جیلک یا تاقی. خدا نگهتان داره. شخصانی که گهواره بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا میشوند؟ اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتونن. مثلا من برای مثال میگم، شما همراه با دوستان خانه شما دختر شد، خانه برادرتان جورتان بچه شد. در همون 1 هفتگی یا ماهگیش یا 1 سالگیش شما گفته که من همین دختر من برای عروسی به بچه تو دادم، او جورتان قبول کرد. اینها بعد از کلان شدن دیگر حق جدا شدن ندارن. اینها زن شوهر هستند. نه این پدر میتونه دخترش شوهر تیه، نه این بچه میتونه که گو پدرش که من وی نمیگیرم، مگر اینکه طلاقش کنند بعد جدا میشوند. تا طلاق نکنند جدا نمیشوند. زیرا این نکاح شد. پدر و مادر و بابا و ماما اگر این کار کرده باشند بعد از بلوغ اونها دیگه حق خودشان جدا کردن ندارن. اما اگر رفت و عکا کرده باشد، عمکی کرده باشد، فسخ الصغیران حین بلغا او علما بالنکاح بعده میگه فقها. میتونن اونها وقتی که بالغ شود دختر چه فهمه که عمکی من فلانی داده است یا عکام پدر و مادرش وفات کرد، گوید که نه من نمیگیرم، الان میتونه نگوید. اما پدر و مادر دادگی حق ندارم. بنابراین من از همه شما خواهش میکنم همین گهواره بخشان نکنیدان. زیرا امروز جامعه دیگر شده است، بچه و دخترها دیگر شدیان. شاید بعد از بالغ شدن او دختر گپی پدرش نمیگیره، اون بچه دیگر رو دوست میدارد. شاید این بچه یگان دختر دیگر رو دوست میدارد و همین حیات اینها رو نسوزانیده میشن. اگر مبادا شده باشد تا بازم میگم بچه اگر طلاق نکند او دختر شوهر داده نمیتونه پدرش. با دختر با تلفن گپ زده امر معروف کنی، به ستر و حجاب دعوت کنی، 5 وقت نماز را در وقتش میخواندگی کنی، ثواب است. آره بسیار ثواب میگیری. اگر تو این هنر داشته باشی به تلفن هم گویی ما تو اجازت میدیم. همین دختره که به تلفن با شهوت نه پیش رو صحبت کن، نصیحت کن، به دعوت کن، به تلفن هم اجازه هست عزیزان من. با طریق اولا با تلفن تو شیخ باشی، خدا نگه دارد عزیزی من. در آخر در حق خودم، عائله‌ام، در حق بچه‌های وخیا و در حق برادرام که به کسل روحی بیمار است دعا کنید تا خداوند اولا این دادر عزیزی که مبتلا به کسل روحی شده است، خدایا غیر از تو شفا دهنده برای اینها دیگه کسی نیست و کسی هم این قدرت ندارد که جنها را از اونها دفع کند. خدایا شفای کامل نصیب گردان. و دیگر عزیزانی هم که به این کسلی خیشاشان و برادراشان امروز در بازار هم یک دادر با آب دیدن گریه کرد که خواهر و مس اپم به کسل روحی گیره، تمام واسطه استفاده برده نغز نشده است. خدایا تو خود میدانی او کی است. به حق به این امسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و به حق آیه مبارکی که امن یکشف الضر امن یجیب المضطر و یکشف السوء. خدایا شفای کامل براش نصیب گردان. و دیگر بیمارا را هم بیمارای این کسانی که حضور دارند هر بیماری باشن خدا تا قادری شفای کامل نصیب شان گردان. خداوند شما را برادر عزیز برادرای وخیا که خیلی جوانای با ایمان است نگهتان دارند. السلام علیکم. عمر عصر 21 ایشان نورالدین جان. نه ما خاک پای عمر میشم. عمر از نام شیطان میتورید میگریخت. خداوند به گمان نیکتان شما را اجر تید. ما یک بنده سر تا پا آلوده و گناهگار و ترسانچه که بزدلیم. آن چیزی که خدا از من میخواد من نمیتونم او را، عملی کنم و رسانم، لیکن به قدر همت کوشش میکنم
یا الله عمر و خالد و عمر عبدالعزیز و صلاح الدین ایوبی ها رو خدا یک بار دیگر در جامعه ما پیدا کنه، باز همون اصل طلای اسلام میشه. علامه اقبال لاهوری خدا رحمت کنه میفرماید علامه اقبال خیلی برای اسلام دلش میسوخت، وقتی که مغلوبیت اسلام و خار و زاری مسلمان ها رو میدید، پراکندگی اونها رو میدید، دلش میسوخت و گریه میکرد. اشعار عاشقانه خودش میگفت. حضرت میگفت در مسلمان شأن محبوبی نماند. امروز مسلمان در هیچ جا محبوبیت ندارد، همینطور است، نه در وطن خود و نه در دیگر جا، هر کجا تحقیر میشنود. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و ایوب و فاروقی نماند. نه خالد ابن الولید موند، نه ایوب موند، صلاح الدین ایوبی، نه فاروق، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. خاک بطحا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را از نو سرای. حضرت گریه میکنه که ای خاک بطحا، ای سرزمین مقدس مکه. بطحا گفته مکه رو میگن. باز عمری نو، باز خالدی نو برای ما تولد کن، به جامعه تقدیم کن که اسلام چون اسلام عصر محمدی دنیا ده باز رواج تینو پند کنند. یک دعای خیر کنید که محتاج به دعای خیر شما هستم تا که از کار نجات یابم. خداوند شما را دادر عزیز هر مقصودی که داره به مقصودتان رساند. السلام علیکم بابایشان، من زن سر دادم 3 طلاق، بابایشان پشیمانم، التماس روایتش گویید. خوب وقتی که روایت میخواهی طلاق 3 طلاقه باز پیش علما بیاییتان، علماها راهش میابن برای شما. خوب همینجا باشی پیش من بیا، من تو رو بینم کی هستی، خواه فردا است خواه پس فردا، من برایت انشاءالله یک راهش میابم. اول پرسم که چه حالت ده زنت سر داد. بنابرای از همه تان خواهش میکنیم عزیزان من، نام طلاق در زندگی عائلویتان استفاده نبرید. البته زنا شهواری جنجال دارد، اختلاف دارد، ناآرامی دارد، اما طلاق استفاده نبرید بچهای عزیز. طلاق عائله را ویران میکند، طلاق خانه تان کلید میکند، طلاق بچه ها تان صغیره میکند، طلاق عصباتان خراب میکند، بالا این طلاق اقتصادیاتان ضرر دارد. از همه تان خواهش میکنم که هرگز طلاق های بیجا را در زندگی برای همسراتان استفاده نبره. پیغمبر خدا میگه ابغض الحلال الی الله الطلاق است. اگر بسیار که غضبتان آمد ناچار به طلاق شده، یک طلاق کنه. من این دادرگاه یک طلاق میکرد، امروز به سوال و به جواب همسرش میرفت میگرفت. اما 3 طلاق و 100 طلاق و 1000 طلاق عزیزان من، این گناه است. آخر شما برای چی گناهی و از بین برداشتن میگیرید؟ تا توانی پا منه اندر طلاق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. خوب پیش من بیا، شاید امروز فرداست یا پیش داملا بیا، برات یگان راه میابیم. لیکن بازم میگن توبه کن طلاق کنیرم. خوب نماز خانه من که بسر بشم اینا شه با یه وقتی دیگه انشاءالله اتری من داملا ازم این جواب شما میگه دعا کنیم پروردگار کسانی که زحمت کشیده این سوالا رو برای ما ارسال کردیم، پروردگار همشان سلامت دارد و کسانی رو که خداوند بایگری داد، ثروت داد، البته از وجه حلال باشد. پولی که از حرام صرف است او زکات ندارد. مثلا یک کس کارخانه عرق براری دارد، یا یک شخصی است که فقط خرید و فروش گراین مشغول است، غیر او دیگر کسب ندارد، او صدها هزار دلار هم داشته باشد و این زکات نیست. زیرا خداوند زکات در مال حلال فرض کرده است. از درآمد سالانش از مجموعش 2.5% حق خداست، باید ادا کند. حجم برای ثروتمنداست، برای کسانی که بلیت سفر تا عربستان سعودی دارد و چند وقتی که در اونجا استقامت میکند، برای خوراک و برای جای خوابش و برای پوشاکش پول دارد و مدتی که در سفر حج است در اینجا خاندانش یعنی همسر و فرزنداش با نفقه خوب تأمین است، برای این آدم حج فرض است. نبر قرآن در پروردگار می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا.
خداوند زیارت کردن خانه کعبه را فرض گردانید برای کسانی که رفتن به این سفر در شرایط دارند. از این سبب کمبغل ها در حج فرض نیست. کسانی که روزگار خانهشان تأمین نیست برای اینها حج فرض نیست. اما هر مسلمان آرزو کند که خداوند به من اگر شرایط مهیا سازد، خداوند رزق من فراخ کند، صاحب بایگری و ثروت شوم، حتما این فریضه الهی را ادا میکنم. هر مسلمان با این نیت به خودش داشته باشد. خوب معلوم شد که حج پنجم رکن اسلام است. معنای حج چی؟ قصد کردن و زیارت کردن مکان مخصوص که مراد از این مکان خانه کعبه معظمه است. در وقت مخصوص، مراد از این وقت مخصوص کدام است؟ روز 9 ذی الحجه و 10 ذی الحجه که این دو روز فریضه های اساسی حج ادا می شود که 3 فرض دارد با طرز مخصوص. یعنی حج خود رکن های مخصوص دارد، آداب علاهده دارد. حاجی اگر این آداب های حج ادا نکند، 3 فرض دارد و 5 واجب دارد و چند سنت دارد، حجش درست نمی شود. از این سبب باید کسانی که به سفر حج می روند پیش از آمدنی وقتی سفر برای یاد گرفتن و تعلیم گرفتن آداب حج به کسانی که اهل علم هستند مراجعت کنند. خصوصا کسی که راهبر گروه هست پیش ایشان بیایند، آداب حج حتی الامکان این کس تکرار کنند، گویند 2 بار و 3 بار و 4 بار در ذهنشان جای گیرد. خوب انشاءالله باز خوبیش دیگر اینجا که است امروز کتاب های زیادی هم دلیل الحاج هست، این راهنمای حاجی ها به خطی شاید روسی هم ترجمه شده باشد، کریلیقتی تاجیکی هم ترجمه شده باشد. بهترش همین کتاب ها را گیرند خوانند تا اینکه پیش از آن که به سفر حج می روند یک معلومات درباره حج و آداب حج و احکام حج داشته باشد. ما گفتیم حج این زیارت کردن خانه کعبه است. خانه کعبه کی بنا شد و او را کی بنا کرد؟ با فرمان کی؟ آیا او مثل دیگر خانه هاست؟ مثل دیگر مسجد هاست؟ البته نه. خانه کعبه چگونه که قرآن شاهدی به آن است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. اول خانه که در روی زمین برای عبادت جهانیان ساخته شد در شهر مکه است و نام این خانه خانه کعبه است. این شهر است، نام یکی از نامهای شهر مکه بکه هم هست. خداوند به خاطر آن بکه گفت که این شهر تمام شهرهای دیگر دنیا را گردنشان می شکند با خروج مهدی انشاءالله. خلاصه این خانه را ساختمانچیش کیست؟ مهندسش کیست؟ انجینرش کیست؟ و فرماندهش کیست؟ فرمانده این خانه الله رب العالمین است و مهندس او یعنی انجینر او جبرائیل امین است و ساختمانچی های او 2 پیغمبر مرسل، یکی ابراهیم یکی اسماعیل علی نبینا و علیهم الصلاة و السلام است. ببینید این خانه چی بزرگ است، با فرمان پروردگار ساخته شد. انجینر و مهندسش جبرائیل امین، ملائکه مقرب الهی که افضل ترین ملائکه هاست و ساختمانچیش دیوارگل و لایته و سنگمودش 2 پیغمبر مرسل، یکی ابوالانبیا حضرت ابراهیم بت شکن اول اسلام، دیگر فرزند عزیز او اسماعیل است. وقتی که ابراهیم با امر خدا این خانه را بنا کرد و ساخت و تیار کرد، بازگشتی به سوی شام کرد. اما خدا گفت ابراهیم خلیل من، اکنون این خانه من برای عبادت جهانیان تو ساختی، تیارش کردی، اکنون وظیفه دعوتی به سوی حج هم بر دوش توست. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، خدا در قرآن بیان میکند تو بندگان من به زیارت این خانه دعوت کن. حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن خدایا این صدای من به کجا میرسه؟ او وقت سپوتنیک ها نبود، او وقت
بست مباشر که پیام‌های ترانسلیت میگه شما اینه پخش مستقیم نبود. خدایا این تلفن های گوشی نبود که به این لب و اون لب عالم صدا رسد. صدای من به کجا میرد خدایا؟ حضرت ابراهیم پیشگاه پروردگار در عذر خواهی کردند. خداوند گفت ابراهیم تو بالای این تپه برا، کوه ابو قبیس که کم پسترین تپه های شهر مکی مکرمه بود. خداوند این شهر همیشه عزت و شهرت و برکات عطا فرماید. بالای همون تپه برا، تو صدا کن، بندگان من به زیارت دعوت کن. رسانیدن صدای تو به گوش بندگان وظیفه من است. فهمیدی؟ همون خدایی که این موجه ها را امروز در اختیار سپوتنیک ها داد، در اختیار کشتی های کیهانی داد، در اختیار رادارها داد، در اختیار استانسیه ها داد، در اختیار آنتن های پرابلی داد، همش به واسطه موج است. خالق همون موجه ها به ابراهیم گفت که من صدای تو را با این موجه ها به واسطه سپوتنیک ها و به واسطه آنتن های پرابلی به گوش بندگانم در جهان میرسانم. تو غم این نخور. و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. صدق الله العظیم. ابراهیم صدای خود بلند کن، با آواز فارم و شیرین خود بندگان من صدا کن بیایم به خانه من زیارتش، از راه های دور و نزدیک سوار و پیاده به حج بیاین. ابراهیم علی نبینا و علیه السلام بالای تپه برآمد، دست مبارک در گوش انداخت. صدا دور می رود. اگر گوشتان شما محکم کنه، ببینید بعضی قاری ها وقتی خواندن گوشاشون محکم میکنن به خاطری که صدا دور میرد. صدا کردن ایها الناس ان الله قد بنا لكم بیتا. ای مردمان، نگفتن ای تاجیکان، نگفتن ای عرب ها، نگفتن ای ترک ها، زیرا حضرت ابراهیم میدانستند که این اسلام دین خداست. تمام ملت های گوناگون دنیا این اسلام قبول میکنند. او وقت ابراهیم میدانست که اندونزیا مسلمان میشد، او وقت ابراهیم میدانست که مالزیا مسلمان میشد، او وقت ابراهیم میدانست که در امریکای لاتینی در تمام دولتاش برزیل و امریکای جنوبی مسلمان ها هست. نبا ایها الناس، ای مردمان گفت، نگو ای عرب ها، زیرا همه بندگان خدا برابرند در پیشگاه خدا. همه بندگان خدا با زیارت این خانه برابر حق دارند. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه او حق زیارت این خانه را دارد. ببینید وقتی که شما در حج باشه، در عرفات، در وقت طواف در گرد خانه کعبه، از تمام نقاط دنیا بندگان خدا را میبینی. هر کدام با آواز خود، با لغت خود، با صدای خود خدا را یاد میکنند. سیاه ها را هم میبینه، میدهک ها را هم میبینه، خیتای مالزی و اندونزیا ها را، بوزبلاهای آسیا را هم میبینه، اروپایی ها را. هر کدامش به زبان خود لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملك لا شریک لک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. هر کدامش به صوت خودش لبیک میگه. خداوند به همه شما عزیزانی که اینجا هسته نصیب کند که این صدای فارمو در گرد بیت الله و در مینا و در عرفات گوید و دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام اجابت کنید. اللهم صل علی محمد و بارک وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. خوب حضرت ابراهیم وظیفه خود اجرا کردند. خداوند صدای او را به گوش بندگانش رسانید و چه انسانهایی که آن زمان در روی زمین حیات داشتند و چه کسانی که از رحم مادر و از پشت پدر تا قیامت
زنجیروار پی در پی به دنیا می آیند، به گوش اونها رسانید. لبیک گفتند. بنابر هر کسی که این لبیک گفته باشد، چگونه بعضی مفسرها میگن حتما به زیارت خانه خدا مشرف میشه و ان شاء الله امید دارم که خلاصه حج عزیزان من از همون روز شروع شد و تا قیامت این عبادت ادامه می‌یابد و تا قیامت این خانه خدا از زیارت خالی نمیموند مگر چند وقت موقتا که یکی از دشمنای خدا این خانه را کلید میکند، او هم نزدیک قیامت است که در این باره باز انشاءالله کدام وقتی صحبت کرده بودم من. خوب حج عزیزان من، کسانی که روان چی ثواب میگیرن و نروان چی گناه میگیرن. پیغمبر بزرگوار صلوات ربی و سلامه علیه میفرمایند من اراد الحج فلیعجل، کسی که ثروتمند و بای است میخواهد به زیارت خانه کعبه رود شتاب کند. همین سال شما را شرایطتان هست، پولتان هست، خانه‌تان تامیناتش خوب است، همین سال نمونده ارزهاتان و بیدارهای دختالت برای سفر حج تیاری. سال دیگه او پس فردا نگویید، زیرا که سال دیگه کی میدانه هستیم یا نه، پس فردا کی میدانه هستیم یا نه. بنابر شما ارزهاتان ته اگرچه پول هم نداشته باشه پیشکی ارزه تهتان انشاءالله وقتی که شما نوبتتان رسید خداوند برای شما مهیا میکنه شرایط، میروید به زیارت خانه کعبه. بنابر رسول اکرم حج گفتن شتابی کنید. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هم خوب مذهبش اگرچه علی التراخی است لیکن تعجیلش سنت است. کسانی که پول دارن، شرایط دارن، راه امن است، نوبتشان هم آمده است اما نمیرد. به خاطر چی؟ به خاطر من بچه دارم باید بچه مزنتیم، به خاطر من ماشین ندارم باید ماشین گیرم، برای من حج نمیرود. پیغمبر خدا به او چی تهدید کردند؟ من کان له زاد و راحله تبلغه حج بیت الله الحرام فلم یحج فلا علیه ان مات یهودیا او نصرانیا. حدیث ترمذی است والله اعلم. حضرتان کسی شرایط دارد، امکانیت دارد، میتواند حج رو و همه چیزش آماده است اما به خاطر دوست داشتن دنیا، پول، ثروت، به خاطر تنبلی حج نمی رود، حضرت گفتند فرق نداره برای من، او خواه یهودی میمورد خواه مسیحی میمورد، او از امت من نیست. خیلی این وعید سخته برای ثروتمندایی که دعوا میکنند مسلمان و حج نمی روند. فرق گفتند او یا یهودی میموره یا مسیحی میموره. از این سبب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتشان شهرها و مخصوص آدمها مونده بودند. هر کسی ثروتمند و بای میشد حج نمیرفت، حضرت او را جنازش نمیموندن خواندنی. حضرت سعید ابن جبیر میگد من یک همسایه بای ثروتمند داشتم، هر چند فهماندم نصیحت کردم حج نرفت، وقتی که وفات کرد من جنازش نخواندم. میگه خدا خوب حج رفتن چه ثواب دارد؟ کسانی که حج میروند چه ثواب میگیرند؟ عزیزان من خداوند بازم دعا میکنم این لحظه اجابت دعاست، همه شما رو به زیارت خانه‌اش رساند. ثواب حج این است که حج برای هر انسان تولد تازه در عمرش است. حج برای هر انسان شستشو کننده گناهاش است. رسول حج اکرم میفرمایند من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه و فی روایت عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. کسی حج رود و در سفر حج گناه نکند، در سفر حج کسی را حقارت و دشنام نکند، در سفر حج دزدی نکند، دروغگویی نکند، سخنهای بیشرمانه و بیحیایانه نگوید. فهمیدی ساده عزیزان من که حج میره؟ وقتی که بعضی حاجی ها رو رفتارشان ما در سفر حج از زبان شاهدها میشنویم، حج اونها حج نیست. اونها توریستی رفتن، گویا پاریس رفتن، لندن رفتن، مکه را هم تو تصور کردن. حج باید عاشقانه رفت. تو میدانی کجا میری؟ جای میری که او سرزمینی وحی است، جایی میری که تمام پیغمبران الهی در اونجا قدم زدن. تو مکان میروی که 13 سال پیغمبر عزیز تو در اونجا دعوت کردن.
تو جای میری که قریب 70,000 پیغمبر در بعض روایات در بیخ دیوار خانه کعبه قبرش است، مدفون است. مگر اونجا میشود مستانه و خندانه رفت؟ نبا حضرت گفتن من حج، کسی اراده حج کند، احرام بندد، در سفر حج فلا رفث ولا فسوق، خدا قرآن دا میگوید گناه نکند، حقارت نکند، دشنام نکند. یگان کس اگر مبادا تیلش کندن در حال خفه شده او رو کشتلش گرفته دشنام نکند. بعضی بچه ها از سبب عصبانیت که دارن مبادا یگان کس تیلشان کنه، اون جای انبوه هست، اونجا یک نشانه های قیامت است. حقارت نکنید، در اونجا خودتان به دست گیرید، زیرا شما مهمان خدا هستید. در حضور پروردگارتان عصبی شدن، غضب کردن، به احترامانه حرکت ها صادر کردن آداب نیست. بنابر خدا چی گفت؟ الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رسول بزرگوار گفتن کسی عاشقانه حج کند، در حج سخنی به حیایانه و به شرمانه نگوید، در حج با کسی جنگ و جنجال نکند، در سفر حج کسی را فریب کرده پولش نگیرد، در سفر حج دزدی نکند، زیرا که گناه خانی در نزد خانه کعبه میشدگی از گناه های دیگر جا 70 برابر زاید عذاب دارد. چگونه طاعات در اونجا ثوابش مضاعف است؟ رسول اکرم گفتند یک نماز بیت الله برابری 1500 نماز دیگر جاست. یک گناهی که در بیت الله کسی صادر کند برابری 1500 گناه دیگر جاست. اینو فراموش نکنید عزیزان من. مفسرین کرام در تفسیر ها میگویند و من یرید فیه بالحاد بظلم، تفسیرش ده ابن عباس میفرماید بنابر خاطر ان همین بود که حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرها بود، از شهر مکه برآمدن در طایف رفت استقامت کردن که من طاقت این وعید ندارم. گفتن انسان به کم بودی نمیشه، شاید یک دروغ گویون، شاید یک کار خلاف شرع کنون، من طاقت این وعید ندارم. برآمدن حضرت رفتن. بنابر وقتی که شما خانه کعبه رو زیارتش میروی، هم تو تصور کنه که شما در محضر خدا هسته، صاحب خانه شما رو مهمانی دعوت کرده است، تماشاتان دارد. بنابر عصبی نشوی، بنابر جهل پد نکنه، بنابر کسی را آزار نده. خدا نگه دارد حاجی های ما را. از این سبب پیغمبر گفتن حج تولد تازه در عمر است. رجع من ذنوبه، احکام حج همش تمام کرد. بعد از طواف زیارت آمد و لباساش کشید و احراماش، یا پیش از طواف زیارت سنگچه زد و آمد و قربانیش کشت و سرش تراشید و از احرام برآمد، لباسای خانگیش پوشید، کرتو بروک ازار و جیلکش. ملائکه می آید، دستاش در دو کتف حاجی میموند، خوشا به حال حاجی ها. میگوید یا عبدالله اعمل فیما تستقبل و قد غفر الله لك ما مضى. ای بنده خدا، تا امروز هر گناه داشتی شسته شد، تازه شد، دیلای جنایی تو همش محو کرده شد، سوخته شد، اکنون باز میگردی به خانه، برای خود از نو دیلی جنایی نکشا، برای خود از نو نوشتن گناه ها را سر نکن. ببینی از گناه پاک بشه، مثل نو از مادر تولد شدگی بارید است. عاد من ذنوبه که یوم ولدته امه. حج مبرور، حج که خدا به درگاهش قبول کند، ثوابش جنت است عزیزان من. رسول اکرم میگه الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مبرور پاداشش و مکافاتش بهشت است. خوب شاید سوال تید شما که با ایشان حج مبرور گفته چی تو حج میگویند؟ مگر این 3 میلیون آدمی که حج میرود حجشان مبرور است؟ حج مبرور پیغمبر بزرگوار برای ما و شما بیان کردند، صفتاش گفتند کسی همین صفت در او باشد حجش مبرور است. بعد از سفر حج اگر همین صفت در او نباشد، خوب شما دانه که حجش حج مبرور نیست، او تماشا رفته است، توریست است. او تماشا چیست؟ او برای وقت گذرانی رفته است. رسول اکرم پرسیدن یا رسول الله و ما بره، حج مبرور چیست؟ علامتش چیست؟ حضرت چی گفتند؟ حاجی بعد از سفر حج احوالش تغییر می‌یابد. ان یکون زاهدا فی الدنیا و راغبا فی الاخره. بعد از سفر حج که آمد، نسبت به دنیا و رنگ و زرق و برق دنیا بے پروا می شود، یعنی حالتش دیگرگون می شود. به ریش بود ریش میموند،
خنده های بیجا میکرد، دیگر از خنده خودداری میکند. بی پروایانه کینا و تئاتر میرفت، بعد از آمدن دیگر خودش نگه میدارد. پیش از حج نماز پروام نمیکرد، گاه میخواند و گاه گاه مسجد میرفت و گاه نه. بعد از بازگشتن سفر حج دیگر نمازاش قضا نمیکند، دیگر از مسجد از نماز جماعت عقیب نمیموند. پیش از وقتی حج رفتنش خواب میرفت و صبح که میدمید آوازی از آن دو از خواب بیدار میشد. بعد از سفر حج بازگشتن نماز تهجد به خودش وظیفه میکند. اگر این حالت شما در حاجی های محلتان و قشلاقتان و شهرتان دیده، دانه که او حجش مبرور است، مکافات او جنت جاودانی است. لیکن بعد از سفر حج باز بینه همون غفلت، همون پروای نماز ندارد، پروای مسجد ندارد، باز همون تلویزیون و با همون رقص و بازی، بدانه که او حجش مردود است. به یادم میآید حادثه در کتاب عزیزان ذکر میکنند، حضرت امام جعفر صادق که نبیره رسول اکرم است، همراه با شاگرداش حج رفتند. در وقت طواف آنچنان اطراف خانه کعبه سیرادن بود که نزدیک خانه کعبه رفتن دشواری میکشید. البته برای حضرت امام راه کشاده میکردن میرفت، اما آدم خیلی زیاد بود. البته این باری نیست، شاید 100,000 بود وقت. یکی از شاگردای حضرت امام گفتن یا امام ما اکثر الحجیج، این سال گفتن چقدر شماره حاجی ها زیاد است. ببینه عزیزان من خوب توجه کنه، از این 3 میلیون حاجی در اطراف خانه کعبه میگردد، شما فریفته نشید که همین حاجی هستند. چی این سال حاجی ها زیاد شدن؟ او ظاهر دید همه احرام بستگی، سرش لط، کتفاش لط، تاف خوردی استاد است، لبیک گفتی استاد است، ذکر خدا گفتی استاد است. اما حضرت که او چشم باطن داشت، میدید که در اطراف بیت الله گاه گاه آدم است و دیگر همش دیگه مخلوق است. تبسم کردن گفتن یا فلان ما اکثر العجیج. گفتن نه حاجی بسیار نیست بچم. گفتن غوغا و آوازها بسیار است. عجیج آواز میگن. این آدم حیران شد امام چی میگن؟ آخه اینا همش احرام دارن که. ثانی حضرت پیش من بیا آمد، مثل اعظم جان بارین، دست مبارک دست بالای قلبش موندن، بالای دلش موندن. یک بار از پیش پرده ها برداشته شد، صحن بیت الله صحن حقیقیش نمایان شد. دید در گرد خانه کعبه جا جا آدم ها لبیک گفته گشتی استادیان، باقی مانده اکثرش گرگ است و خوگ است و سگ است و میمون است. یا الله تلخ کف شد، قریب خوش شراب بکن زد. حضرت دست مبارک دادن. گفت یا امام چی گپ از من نفهمیدم. گفت عزیزی من او کسایی که میبینی به صورت آدم کتف برهنه و سری برهنه با آب دیده لبیک نمونه هستن، حجاشان مبرور. این دیگرایی که میبینی به صورت هر حیوان، اینها همون دزدا هستند، همون حرامخورا هستند، همون ظالما هستند، همون خبرکشا، اینها برای حج نامدن. بنابر حج مبرور نشانه دارد. رسول اکرم گفته، این سخن حضرت حسن بصری مرسل روایت میکنن به طریق تعلیق، یعنی زاهد میشه و نسبت دنیا بے پروا میشه و رغبتش در طاعت خدا، در کار آخرت، در ثواب زیاد میشه. این حجش مبرور میگن. این حج پاداشش بیشتر است عزیزان من. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. یک سومه که در راه حج صرف میشود برابر است به 700 سومه که در دیگر جا صرف میکنن. رسول اکرم حدیث صحیح که روایت میکنه عبدالرزاق، یک سوم حج برابر است به 700 سومی در دیگر جا صرف میکنه. زیرا که این حج عبادت است، این حج شوینده گناه است. حتی حضرت رسول خدا میفرمایند در حدیث مسلم تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. شما گفتن وقتی که سفر حج میروی هم حج کنه هم عمره کنه. ببینید الحمدلله همین حاجیای ما میرفتگی اول عمره میکنن بعد از آن حج میکنن که این حج تمتع میگویند، یا اینکه حج میکنن دیرتر روان بعد حج که اونجا هستن چند عمره میکنن، احرام میبندن و طواف میکنن و این وای سعی. حضرت وقتی که سفری مبارک میروی، این سفری دور و دراز است، در عمر خواه یک بار و خواه دو بار و سه بار میسر بشد، همیشه نمیشود. خوب انشاءالله الان شرایط خوب است، هر ثروتمند میتونه هر سال کنه و اما سالایی که پیش بود 6 ماه رفت و آمد داشت با اشتر و با کاروان و با قافله. بنابر در این سفر هم عمره کنه هم حج کنه. کسی این دو عبادت یک جای پی هم میکند، رسول اکرم ببینیم مکافات اعلان کردن.
هم فقر و کمبغلی از خاندان او دور می شود، هم گناهاش شوشته می شود. حتی در بعض روایات حج گناه کبیره را هم می شوید، مثل زنا و عرق اینها را هم، به نمازی را. بعضی مفسران هم گفتگی هستن، بعضی شارح‌های حدیث قدیم گناهاش می شوید. حضرت تشبیه کردن برای فهمیدن من و شما، برای روشنتر معلوم شدن. حضرت کما ینفی الکیر خبث الحدید والفضة والذهب والفضة. کیر گفته کره آتش آهنگر میگن. اگر شما آهنگرها رو دیده باشید در تلویزیون‌ها، شاید امروز در جاها تا نیست، اما تلویزیون فیلم‌ها رو میبینه، آهن دود میکند، علاوه در گرفت، سرخ شد، پف کردن میگیره، ثانی آهن میموند، چیزی میموند، سرخ میشه، میبراره میزنش، تازه میشه. یعنی مثل که کره آتش، خمدان آتش به اصطلاح امروز گوییم، آهن از آلودگی ها و غجگی هاش پاک میکنه، نقره را پاک میکنه، طلا را پاک میکنه، حج و عمره هم حاجی را از گناه هم تو پاک میکنه. مثل طلا جلاناک و روشنش میکنه، به گناه میشه اگر حجش مبرور باشه. بنابراین حج خیلی عبادتی مهم است. هر کدام ما و شما بنابراین آرزو را باید کنیم که خدا ما را به زیارت خانه‌اش برساند. خلاصه بعد از انجام حج، اکنون تفصیلی با انشاءالله داملهاتان در این 20 روزی که تا وقتی سفر حج دارم میگویند، بعد از زیارت خانه حج باز به زیارت رسول اکرم صلوات ربی و سلامه علیه به مدینه منوره می روند که رسول اکرم ما و شما را امر کردند که برای 3 مسجد زیارت شما سفر کنید. یکی برای مسجد الحرام خانه کعبه، یکی برای مسجد النبی مسجد رسول بزرگوار، یکی برای زیارت مسجد الاقصی که امروز در دست یهودی ها هست. امروز امت اسلام از عبادت کردن در اون مسجد محروم است. از 35 سال پایان در اون مسجد یهودیان نمیمونند، مسلمانان را درآورند. خداوند اون خانه را از دست اونها آزاد کند. اون مسجد در واقع قبله اول اسلام است. خداوند به همین ما و شما نماز خواندنی در اون مسجد نصیب سازد. مسجد رسول اکرم میره زیارت که یک نماز مسجد پیغمبر برابر به 1000 نماز دیگه مسجد است. کسی 8 نماز در مسجد، 40 نماز در مسجد رسول اکرم، این 8 روز اگر خانه، خداوند براش حجت خلاصی از نفاق و از آتش دوزخ می نویسد. خلاصه پیغمبر بزرگوار روضه مبارکش زیارت میکنه که در روایات آمده است، اگرچه محدثا در شأن این حدیث هرچی میگویند، حضرت میگه کسی قبر من زیارت بیاید بعد از ادای حج، گویا من زیارت کرده باشه در زندگی. یا الله، چی سعادت بزرگ دارد کسانی که روضه رسول اکرم پیش میستن و به او الصلاة و السلام علیک یا رسول الله میگویند. چی بزرگ سعادت براشون خدا نصیب کرده است. خلاصه بعد از زیارت مدینه منوره باز به وطن باز میگردند. خداوند دعا کنیم. در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. البته تفصیل این زیاد است، باز امام داملاتان خودش صحبت میکنه. دعا کنیم پروردگارا ما و شما را هم به زیارت خانه‌اش و به زیارت روضه مبارک رسول اکرم رسیدن نصیب گرداند. خداوند برادران عزیزی که امسال از این شهری چی نام داره اینجا نووسیبیرسک به زیارت خانه کعبه میرن، خداوند سفرشان مبارک کنه، حجاشان مبرور و سعیاشان مشکور گردانه، گناهاشان آمرزیده و بعد از انجام سفر سالم همراه با راهبر گروهشان ایشان از انجام به وطن سالم بازگرداند. و شما را هم بار دیگر دعا میکنیم در هر جایی که نباشه خداوند به زیارت خانه‌اش رفتن نصیبتان گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم استاد محترم نورالدین جان، از درگاه خدا سلامتی شما را خواهانیم. دشمنان شما را خدا هلاک گرداند و شما را روز قیامت همراه پیغمبران داخل جنت گرداند. خداوند شما را خدا رحمت کند و صاحب جنت شوید. برادر عزیز، حدیث درباره حرام بودن طلا و در آیت قرآن باشد گویید. طلا را خدا حرام کرده است. عزیزان من، وقتی که شریعت مقدس اسلام این حرام کرد، هر کدام ما و شما باید از این خمان نگاه داریم. رسول اکرم حدیث صحیح است، دست مبارک ده طلا گرفتن، دست دیگر شاندن یعنی حریر ابریشم گرفتن، ثانی برآمدن هذان محرمان علی ذکور امتی گفتن این دو برای مردهای امتی من تا قیامت حرام است. بنابر انگشترین طلا، سپیچکی طلا که گردنبند میگویند، روشکی طلایی، بند ساعت طلایی، ساعت طلایی، تگمه طلایی، تلفن طلایی، همش حرام است. مگر دندان علماها استثناء کردن. حضرت امام محمد رحمت الله علیه به خاطر ضرورت اگر دندان شما علتی شد یا کرم خورده شد یا سیاه شد
برای جاشی که پر کردن از طلا پر کردنش عزیزای. غیر این دیگر در هیچ جای استفاده اید. حتی کاسه و طبق و یعنی قاشق و شاخه اینها را هم استفادهش حرام است. رسول اکرم گفتن کسی در ظرف طلایی غذا میخوره در اشکم خود آتش دوزخ میخوره. الذي یأکل و یشرب فی اناء الذهب انما یجرجر فی بطنه نار جهنم. خلاصه عزیزان من از اینا خودتان نگه داره. من بیادم حدیث مسلم بیاد ابن عباس روایت میکنه رسول اکرم یک روز در مسجد ششته بودن، یک جوان زیبای رنگی جوربگی ما آمد، انشاءالله اینا از او طایفه نیستن، به پیغمبر خدا زیارت کرد. رسول اکرم دست مبارک دست قپیدن دیدن که در انگشتش چله طلایی کلانی هست. حضرت دست سر ندادن. پیغمبر خدا رنگی ما ایشان ملا خوشامدچی نبودن، رعایه کار نبودن، ماها رعایه میکنیم خفه نشه بگفتن، اما حضرت دستی او رو سر ندادن. دست مبارک چلیکشان قپیدن، انگشترین کشیدن، گرفتن و پرتافتن دور صحن مسجد ده. حدیث امام مسلم هستین. ثانی حضرت چی گفتن؟ یعمد احدکم الی جمرة من النار فیجعلها فی یدی. حضرت خیلی ناراحت شدن، خیلی سرخ شدن، در پیغمبر خدا طاقت آن نداره که امتش سزاوار عذاب شود. گفتن شما قصد میکنه با دست خودتان لخچه سرخی علا بگیره در چلیک تامونه، شما این سوختنش دو طاقت داره؟ نه طاقت نداری. چگونه انگشترین در دست بگیری؟ چگونه او سیپیچکر در گردن میاندازی؟ حضرت طبیعتشان خیره شد، دیگر نششن خستن، دلشان برای امتشان سوخت. امروز پیغمبر خدا امت بینه چگونه گردناشان پوری سیپیچکای طلایی میشه، حلقای گردنی سگ بارین. خیلی ناراحت میشه، در قبر ناراحت میشه حضرت. ثانی بعد رفتن پیغمبر خدا موسفیدای صحابه نشسته بودن، گفتن یا جوان، گفتن خیر چلت گیر بر بازار فروش برای خاندان صرفش کن، شاید او خیلی قیمت داشت. اما این جوان هم چی جوان با سعادت بود، چی جوان عالی همت بود. چی گفت؟ والله لا آخذه بعدما طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم به خدا که دیگر او هزارها اگر دلار نقد داشته باشد من او را از زمین نمی بردارم وقتی که رسول خدا از دست من او را پرتاب. ببینید اصحاب پیغمبر چی همت داشتن. خب من شما را نمیگم شما پرتای، شما این همت هم نداره. کدامت که داره برای خانه تامونه، یک روز در وقتی تنگی در کار میشه میفروشه زندگی تان صرف بکنه عزیزان من. اما بازم میگم نکنه جوانای عزیز، والله این چلو، این گردنبند و این ساعت طلا این زیباگی نیست، این جوانمردی نیست. جوانمردی و زیباگی در اخلاق خوب می شود، در آداب خوب می شود، در عالی همتی می شود، در خاکساری و تواضع می شود، در دست یاری به کم بغل و محتاجات دراز کردن می شود. امروز ما مسجد نو تماشا رفتیم، مفتی حضرت ساختی استادیان با سرداری ایشان مسجد نو، انشالله خیلی جای خوب می شود، یک مرکز اسلامی انشالله میشه، اونجا مدرسه هم بناش گرفتیان. شما پولاتون در اون مسجد 1000 و 2000 و 10000 دلار برید در اون مسجد، ان این جوان مردی میگویند، ان این زیباگی میگویند، ان این عالی همتی میگویند. خدا در آن صورت برای شما چلو دستپانه های طلا را در جنت براتان نصیب میکنه. بنابراین اینجا نکنید. بازم میگویم نکنید. این زیباگی نیست، این خجالت است، این شرمندگی است. بار اول کیا چله طلایی را کردن؟ قوم لوط. بعضی کتابات میگه اول کسی که چله طلا را از مردها استفاده برد قوم لوط بود. اونا گلوبای بودن. اونا بعد دستاتون نگاه کس بینه گلوبای بود اخواتون داره بابا. دیگه احتیاط کنید، بچهای خوش رو نکنید، خدا نگهتون داره. خیر همه قشنگ بسر کنم دیگه رو سخت نمیگم. خدا نگهتون داره، شما رو سلامت داره. بابایشان شما کم کی در مسجدتان امر معروف را سر میکنید تا وقتی خدا خواسته باشه انشالله یه روز با کشاده می شود. خداوند خودش صاحب خانش است، باز امر معروف منم که نباشم با دیگران میکنن. اما انشالله من از این راهی دعوت نمیگردم، مسجد هم که نباشه در مراسم ها صحبت میدامه دارم، در سایت اینترنتی من هر هفته یک بار 1 ساعت صحبت دارم، هیچگاه خدا خط ترک نشده است. شما اگر از مسجد نیابی از سایت اینترنتی صحبت های نبی من هر هفته میابی انشالله. خب سوال و جواباتون هم روان کنید، سوال و جواباتون دن جواب میگیرید انشالله.
اگر در خانه تاقی و کرتی آستین دراز باشد آنها را نمانده نماز خوانیم نماز درست است. آره درست است. نماز سری لچ هم درست است. نماز به کرتی آستین کلت هم درست است. اند شما نماز خوانی عزیزان من، هر حالت نماز خوانی خدا نماز شما را قبول میکنه. شرط نیست برای نماز کرتی آستین دار و جیلک یا تاقی. خدا نگهتان داره. شخصانی که گهواره بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا میشوند؟ اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتونن. مثلا من برای مثال میگم، شما همراه با دوستان خانه شما دختر شد، خانه برادرتان جورتان بچه شد، در همون یک هفتگی یا ماهگیش یا یک سالگیش شما گفته که من همین دختر من برای عروسی به بچه تو دادم، او جورتان قبول کرد. اینها بعد از کلان شدن دیگر حق جدا شدن ندارن. اینها زن شوهر هستند، نه این پدر میتونه دخترش شوهر تیه، نه این بچه میتونه که گو پدرش که من وی نمیگیرم، مگر اینکه طلاقش کنند بعد جدا میشون. تا طلاق نکنن جدا نمیشون. زیرا این نکاح شد. پدر و مادر و بابا و ماما اگر این کار کرده باشن بعد از بلوغ اونها دیگه حق خودشون جدا کردن ندارن. اما اگر رفت و اکا کرده باشد، امکی کرده باشد، فسخ الصغیران حین بلغا او علما بالنکاح بعدهم میگه فقها، میتونن اونها وقتی که بالغ شود دخترچه فهمه که امکی من فلانی داده است یا اکام پدر و مادرش وفات کرد، گوید که نه من نمیگیرم الان، میتونه نگوید. اما پدر و مادر دادگی حق نداره. بنابر من از همه شما خواهش میکنم همین گهواره بخشان نکنیدان. زیرا امروز جامعه دیگر شده است، بچه و دخترها دیگر شدیان. شاید بعد از بالغ شدن او دختر گپی پدرش نمیگیره، اون بچه دیگر دوست می‌دارد. شاید این بچه یگان دختر دیگر دوست می‌دارد و همین حیات اینها را نسوزانیده میشه. اگر مبادا شده باشد تا بازم میگم بچه اگر طلاق نکند او دختر شوهر داده نمیتونه پدرش. با دختر با تلفن گپ زده امر معروف کنی، به ستر و حجاب دعوت کنی، 5 وقت نماز را در وقتش میخواندگی کنی، ثواب است. آره بسیار ثواب میگیری. اگر تو این هنر داشته باشی به تلفن هم گویی ما تو اجازت میدیم. همین دختره که به تلفن با شهوت نه پیش رو و صحبت کن، نصیحت کن، دعوت کن، به تلفن هم اجازت هست عزیزان من. با طریق اولا با تلفن تو شیخ باشی، خدا نگه دارد عزیزی من. در آخر در حق خودم، عائلم، در حق بچه‌های وخیا و در حق برادرام که به کسلی روحی بیمار است دعا کنید تا خداوند اولا این دادر عزیز که مبتلا به کسلی روحی شده است، خدایا غیر از تو شفا دهنده برای اینها دیگه کسی نیست و کسی هم این قدرت ندارد که جنها را از اونها دفع کند. خدایا شفای کامل نصیب گردان. و دیگر عزیزانی هم که به این کسلی خیشاشان و برادراشان امروز در بازار هم یک دادر با آب دیدن گریه کرد که خواهرم است اپم به کسلی روحی گیره، تمام واسطه استفاده برده ناز نشده است. خدایا تو خود میدانی او کی است. بحق بني أمسسك الله بزر فلا كاشف له إلا هو، وبحق آية مباركك عمن يكشف الزر عمن يجيب المضطر و یکشف السوء. خدایا شفای کامل براش نصیب گردان. و دیگر بیمارا را هم بیمارای این کسانی که حضور دارند هر بیماری باشن خدا تا قادری شفای کامل نصیبشان گردان. خداوند شما را برادر عزیز برادرای وخیا که خیلی جوانای با ایمان است نگهتان دارند. السلام علیکم. عمر عصر 21 ایشان نورالدین جان. نه ما خاک پای عمر میشم. عمر از نام و شیطان میتورید میگریخت. خداوند به گمان نیکتان شما را اجر دهد. ما یک بنده سر تا پا آلوده و گناهگار و ترسانچه که بزدلیم. آن چیزی که خدا از من میخواهد من نمیتونم او را عملی کنم و رسانم، لیکن به قدر همت کوشش میکنم. یا الله عمر و خالد و عمر عبدالعزیز و صلاح الدین ایوبی ها را خدا یک بار دیگر در جامعه ما پیدا کنه، باز همون اصل طلای اسلام میشن. اللهم اقبال لاهوری خدا رحمت کنه میفرماید اللهم اقبال خیلی برای اسلام دلش میسوخت وقتی که مغلوبیت اسلام و خار و زاری مسلمان ها رو میدید، پراکندگی اونها رو میدید، دلش میسوخت و گریه میکرد. اشعار عاشقانه خودش میگفت. حضرت میگفت در مسلمان شأن محبوبی نماند. امروز مسلمان در هیچ جا محبوبیت ندارد، همطور است نه در وطن خود و نه در دیگر جا، هر کجا تحقیر میشنود. در مسلمان شأن محبوبی نماند. خالد و ایوب و فاروقی نماند. نه خالد ابن الولید موند، نه ایوب موند، صلاح الدین ایوبی، نه فاروق، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. خاک بطحا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را از نو سرای. حضرت گریه میکنه که ای خاک بطحا،
ای سرزمین مقدس مکه، بعدها گفته مکه میگن، باز عمری نو، باز خالدی نو برای ما تولد کن، به جامعه تقدیم کن که اسلام چون اسلام عصر محمدی دنیا ده باز رواج تینو پند کنند. یک دعای خیر کنید که محتاج به دعای خیر شما هستم تا که از کار نجات یابم. خداوند شما را دادر عزیز هر مقصودی که داره به مقصودتان رساند. السلام علیکم. بابایشان من زن سر دادم 3 طلاق، بابایشان پشیمانم، التماس روایتش گویید. خوب وقتی که روایت میخواهی طلاق 3 طلاقه باز پیش علما بیاییتان، علماها راهش مییابن برای شما. خوب همینجا باشی پیش من بیا، من تو رو بینم کی هستی، خواه فردا است خواه پس فردا، من برایت انشالله یک راهش مییابم. اول پرسم که چه حالت ده زنت سر داد. بنابراین از همه تان خواهش میکنیم عزیزان من، نام طلاق در زندگی عائلویتان استفاده نبرید. البته زنا شهواری جنجال دارد، اختلاف دارد، ناآرامی دارد، اما طلاق استفاده نبرید بچه‌های عزیز. طلاق عائله را ویران میکند، طلاق خانه تان کلید میکند، طلاق بچه ها تان صغیره میکند، طلاق عصباتان خراب میکند، بالا این طلاق اقتصادیاتان ضرر دارد. از همه تان خواهش میکنم که هرگز طلاق های بیجا را در زندگی برای همسراتان استفاده نبرید. پیغمبر خدا میگه ابغض الحلال الی الله الطلاق است. اگر بسیار که غضبتان آمد ناچار به طلاق شده، یک طلاق کنه. من این دادرگاه یک طلاق میکرد، امروز به سوال و به جواب همسرش میرفت میگرفت. اما 3 طلاق و 100 طلاق و 1000 طلاق عزیزان من این گناه است. آخر شما برای چی گناهی و از بین برداشتن میگیرید؟ تا توانی پا منه اندر طلاق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. خوب پیش من بیا، شاید امروز فرداست یا پیش داملا بیا، برات نگان راه میابیم. لیکن بازم میگن توبه کن طلاق کنیرم. خوب نماز خانه من به سر بشم اینا با یا وقتی دیگه ان شاء الله اتری من داملا اعظم این جواب شما میگه دعا کنیم پروردگار کسانی که زحمت کشیدین این سوالا رو برای ما ارسال کردیم، پروردگار همشان سلامت دارد و از ثواب طالب علمی با نصیبشان کنه. شما عزیزان شنونده رو خداوند از ثواب سامعی و شنوندگی به نصیب گردانه. خداوند این مسجد و این مسجد نو همیشه آباد داره. بازم تاکید میکنم برای ساختمان مسجد نو هر کدام حصتان دریغ نداره. ان شاء الله خدا برای شما در جنت قصر عالیه بنا میکنه. آمین یا رب العالمین.